به نام حضرت عشق. یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برانداز دل و دین من است، تا در آغوش که می جنبد و هم خانه کیست؟ باده لعل لبش کز لب من دور مباد، راه روح که و پیمان ده پیمانه کیست؟ دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو، باز پرسید خدا را که به پروانه کیست؟ می دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد، که دل نازک او مایل افسانه کیست؟ یا رب آن شاه وش ماه رخ زهره جبین، در یکتای که و گوهر یک دانه کیست؟ گفتم آه از دل دیوانه حافظ بی تو، زیر لب خنده زنان گفت که دیوانه کیست؟ فال و تفسیر غزل 67. دل در گرو کسی نهاده ای که هواخواهان بسیار دارد و این موضوع تو را دچار تردید نموده و نمی دانی که آیا او هم به کسی علاقمند هست یا نه، و این باعث شده که در ابراز علاقه خود نسبت به او دچار تردید شوی. توصیه می شود راز خود را با او در میان بگذاری که او تو را به دیگران ترجیح خواهد داد.